با یوما رو توضیح میدم که شما زور بیخود نزنید. یه تناب بکاره، یه تناب عملیات. صعود با چی انجام میشه؟ همیشه صعود با کروله، مگر مواقع خاص بهتون بگیم که شما از آیدی استفاده کنید. دقت کن بچه‌ها، توی این کار اصلا هیچ زوری نباید بزنید، نباید تخلیه انرژی داشته باشید، کار تکنیکی رو باید انجام بدیم. ما تا جایی که ممکنه خودمون رو میکشیم بالا، شانت، یوما و کرولمون رو نزدیک میکنیم. اولین کاری که میکنیم اتصال دومگاوی به کارگاه و بستن پیچش. مینویسیم اتصال دومگاوی بستن پیچ. کار دوم، تناب‌هایی که زیر ابزارها قرار گرفته. ببین شانتت پایین نباشه، تناب اینجا انتخاب کنی ها. ASP یا شانت بالا باشه. تناب‌هایی که از زیر ابزار هست رو میاریم و در کارابین پایین که آزاده انتقال. تناب بالا رو باید ول کنیم. از تون در این باید باز شه. من نمیخوام زور بزنم. میخوام بدون چی. یوما رو در میارم. دقیقاً. کارابین یوما رو میزنم تو کارگاه. میام روی یوما رو وای میستم. روی یوما رو وای میستم. اول پیشش آزاد میکنم. دقیقاً میام روی یوما رو. ببین من الان اومدم روی یوما رو. این آزاد میشه. تنها رو نگه میدارم که عقب نره. پس روی یوما رو وای میستیم. کارابین درگیر رو آزاد میکنیم. یه لحظه اینجا خودتو نگه میداریم. دومگاوی ها. نکته که باید دقت داشته باشین توی دیوییشن پایین تنابتون باید چی داشته باشه؟ گره. اینو یه گوشه به عنوان نکته بنویسید. گره نشته باشه شما نمیتونید تو دیوییشنتون برگردید. وقتی رد شدیم چون رو کرولین ادامه صعودمون هم با خود کرول انجام میشه. کارمون انجام شده، با آیدی داریم برمیگردیم. بنویسیم برگشت به دیوییشن. برگشت شما رو چی؟ رو برگشت رو چی هستیم؟ رو آیدی. یوما رو نداریم. یوما آزاده. دقت کنید. به اندازه میاییم پایین. ببین من هیچی پیچ نخورده. همه چی مشخصه. به اندازه میاییم پایین که سر ما با کارابین کارگاه همسط بشه. سر ما با کارابین کارگاه همسط بشه. میکشیم برسه به گره. خود رو میاریم جلو. کارگاه رو میگیریم. دومگاوی بس میشه به چی؟ به کار. برای اینکه اینجا قاطی نکنیم تنابی رو که کشیدیم رو برمیگردونیم. تنابی که کشیدیم برمیگردونیم. خب این کارابین باید بخوره کجا؟ بالای ابزار. بالای. مهمترین تنابتون این که هیچی راحت میافته. مهمترین اینه. اگر بتونیم این تکنیک رو بزنیم ببین کارابین اینجوری میگیریم میاریم جلو. این خیلی سخته، خیلی فشار میاد. خب سخته، برامون سخته. میایم یومارمون رو دوباره کاری که تو صعود انجام دادیم دوباره تکرار انجام میدیم. خودمون رو میاریم جلو، بس میکنیم تو کارگاه، میام روی یوما رو وای میستیم. وقتی روی یوما رو وایستادی یه چی سخته. اول تناب اصلی تناب اصلی رو میندازیم. تناب اصلی بندازیم دیگه شما عقب نمیریم. زیری باز.
وقتی شما تو این شرایط قرار گرفتی باز کردن اون دیگه کاری نداره. پس با استفاده از تکنیک یومار و چون یومار رو میزنی ولی وزن رو روش انتقال نمیدی، قشنگ بگی بیا روی یوماره وایسا، این شل میشه. این هم هست. پس اینجا این دوتا انتقال پیدا میکنه، بالایی باز میشه، تو برگشت بالایی انتقال میکنه، پایینی باز میشه. این یکی